کشور ایران گنجایش این که شما لخت بری بیرون رو نداره، چون ما خیلی آدمایی داریم که اینا از لحاظ جنسی، از لحاظ ذهنی، از لحاظ هر جوری حساب کنی در سطح پایینه. من دیدم دوستام توی تاکسی به خاطر اینکه دکمه مانتوشون فقط باز بود خفت شدن توسط راننده تاکسی. اینو به چشم دیدم. پس وقتی که من تو ایرانم تو اون زمان باید بگم آقا دکمه مانتوتو ببند، مانتوتو گشاد بگی. خطر رو میدید به دخترها به جای آزادی. ما داریم وسط ایران، وسط یک مش مریض جنسی زندگی میکنیم. فروشنده مغازه من از روی مانتو پستوناش گنده بود، بهش گفتم خانم میای مغازه یه ذره گشادتر بپوش، اینجوری خفتت میکنن. خندید بهم گفت اینجوری. فرداش نفس زنون اومد گفت راننده تاکسی منو خفت کرد. شما وسط انگلیسی کسکش یکی خفتت کنه پلیس ننشو میگاد. اونجا ایران یکی خفتش کنه یارو روش نمیشه بره بگه. 30,000 تا دختر دیدم که بهشون تجاوز شده، از ترس باباهاشون ننه هاشون نگفتن اصلا.